سلام دوستان عزیز، امروز آمدیم لب ساحل شهر خود یک منظر جالب براتون نشون میدم. و در دست ما نان خشک است، در خانه بود یک عالمه، گفتیم بیاریم لب ساحل همین پرنده ها را یک غذا بدیم. با اینکه جرم داره ولی خب حیف هم در سطل اشغالی بندازیم دیگه. بخاطر همین میخوام یک فیلم برداری هم کنم ببینیم که پرنده ها چطور میه. فعلا که هیچ پرنده ای نیست در آسمان و منتظر میشینیم دیگه. البته ما ویدیو رو یک کوتاه قطع میکنم تا جایش جور کنم. نانا رو اینجا میریزیم و میریم عقب. منتظر استاد میشیم که پرنده میه یا نمیه. تا حالا که هیچ خبر نیست. خداییش منظره رو نگاه کنیم. نه مرغ دریایی است و هیچ خبر نیست. به نظرم باید یاره خبر کنیم. بالا چه زودتر میریم. یا که مرغا سیر هستن یا که ما را ندیدن یا که وقت خوابشان است یا که هوا سرد است خدا نرفتن کجا در قسمت هایی که آفتاب است. باز یک دانه دیگر رو بگیریم. کپک هم زدن آنها. هیچ یک دانه نیست. دوستان عزیز، یک وقفه کوتاه گرفتیم، تقریبا 10 دقیقه. هیچ پرنده امروز از شانس ما اینجا دور نزد که، ولی خب نانا رو انداختیم در دریا، قسمت خوراک ماهیاشه دیگه. پرنده ها که نمادن. از منظره زیبای لب ساحل ما خب دوستان عزیز، انشالله هر جای دنیا کسین خوش و سرحال و از همه مهمتر سلامت باشین و دیگه خدا نگهدار تماشا.